بکس هیکینگ هند کوین. هلو برای بکس امروز اومدیم پر انرژی، یعنی پر انرژی امروز اومدیم. پشماتون میریزه چه ویدئویی داریم بچه‌ها امروز. بچه‌ها اگه ویدئوی خزاخیلای اینستاگرامی رو توی چنل من ندیدین حتما بریم ببینین و عشق بکنید بچه‌ها. تو اون ویدئو خیلی ما تازه کار بودیم و زیاد در مورد یوتیوب هیچی نمیدونستیم، ولی امروز فرق داره. امروز اصلا اومدیم بترکون بکنیم همه چیو، یعنی اصلا امروز اومدیم فقط کیف بکنیم بچه‌ها. و اون کسی برام این ویدیو رو فرستاده گفته انقدر که سمن، خب انقدر که سمن باید حتما به لول بندی بریم جلو. بله و اگه اون ویدیوی خزاخیلا رو نبینین اینجاست، برین لایک بکنیدش و توش کامنت بذارید و نظراتتون رو توش برام بنویسین توی اون ویدیو قبلی که من براتون گذاشتم. و داخل این ویدیو شما کامنت خیلی بزرگی میتونید به من بکنید که منو ساب بکنید، منو لایک بکنید. وقتی ساب کردین زنگوله رو حتما روی آل بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوب خبر بده که ایارکینگ ویدیو گذاشته و تو بیای ببینی و عشق بکنی. من برای شما ویدیو میسازم، پس شما تنها کاری که برای من باید بکنید اینه که فقط یه شخصی هست اونو بزنید و ویدیوی من لایک میشه. عشق منید و بریم سراغ ویدیو. Let's go. تیم مقابل ولی امیر تتلو خود لئوناردو ژوزه بتینی آلبرتو تتلو ده اولویرا آب توپ میشه ننه میبینی هوای رنگو دیره بارون تخمه اینم داد شروع میکنیم با اولین ویدیو که یک خانومی هست دارن نمیدونم چی کار داره میکنه. خب شعر جدیده یواشکی صدام کرده. خب بذاریم روش ببینیم چی عذاب در میاد. صدام کرد یواشکی نگام کرد فهمید که دستم که به دستم نقش شده خوبه عین دریل میکوبه میخوام بره تو کونم هرچی که خوبه. بچه ها ادیتور دهنش قراره سرویس بشه مثل این که برای سانسور این ویدیو دست خار و این لولیه کشه بچه، این لول هایی کشه. و بعد بچه ها گفتش که برای اینکه قند خونتون نیفته یه چند تا ویدیوی خنده دارم برامون گذاشته که فکر کنم گفته که اونا رو تا وسطاش بیشتر نمیتونی ببینی و قطع میکنی انقدر که توش فوش داره. حالا بریم با پشمام ریخت یه لحظه، پشمام ریخت به خدا پشمام. اصلا فکر نمیکردم انقدر پرفوش باشه. یعنی بعد بچه دقت کرده بودیم همه جاش عمل بود. بعد اینا همش از اعتماد به نفس کمه ها بچه، به خدا همش از اعتماد به نفسیه که کمه. توجه این چی میگم؟ یعنی اصلا نمیدونم چی بگم. بریم بعدی. اومدی اما دیدم دست تو سرده گفتی از قطب اومدم خرسمنو اشو قیافه پسره رو یه لحظه دو قیافه پسره رو بذار، قیافه پسره رو بذار. پشماش ریخته همچین دوست دختری داره. قیافه پسره رو ببین اصلا داشت همینجا تو حال خودش بود. اومدی اما دیدم دست تو سرده بعدم خرسمنو بعد یه دفعه پشما. بریم بعدی بچه. این یکی هم فکر کنم یه شعر همه رنگش خوبه. بریم ببینیم. کاست همه رنگش خوبه تو رنگش خوبه. یه لحظه وایسین. الان
از این ویدئویی که ساختی چیه واقعا؟ الان هدفت اینه که بیای فالوور و ویو بگیری؟ واقعا اگر این هدفته من کیرم تو اون هدفه. آره یعنی نمیدونم چی بگم، اصلا نمیدونم چی بگم. حالا بد شد این دوتا ویدئویی که دیدم. مگه میشه اصلا توی این دوتا ویدئو یعنی همه واسه ویو میان همچین چیزی میسازن؟ بله. و منم باید برم بهش ریاکت بدم. یعنی پشما من دارم واسه ادیتور میسوزه. بچه نظرتون چیه اینو نبینیم؟ ها نظرتون چیه اینو نبینیم؟ یه ویدیو به خاطر دل داشی نبین، چی میشی؟ نمیمیری؟ نه؟ چه بعدی لایوه و دارن ندایاسیه و دارن با کی؟ دارن لایو مثبت 18. بچه ها این ویدیو یکم زیادی ولش کن، بریم ببینیم. ول کن. سری با هم دیگه انجام نمیدین تو اتاق تنها؟ چرا میدیم؟ ممه هامونو به هم میمالیم. میخوریم ممای همو میمالیم، فقط در حد ممه. نگاه کن باید سانسور کنیم ها. ما ترکیه زندگی میکنیم ندا. آها ترکیه. چند وقت ترکیه هستیم؟ ما الان حدودا 3 ساله. الان خوب شد؟ دوست داری؟ پسندیدی؟ پرفکت. نگاه کنم چیز تو ناخوناتو نگاه کنم. شکسته. همه دارن خنده و قهقه و اینا میفرستن. آها پس این ترکیه؟ ما نه اقامتی. دقیقا که این کامنت ها رو میخونی؟ من باید بگم دیگه بگو. ما اقامت داریم، من دانشجو هم. شبیه دنیا بس شما جهان با هم بختی دیگه زندگی میکنی نه؟ نه جداییم. الان ما همیم تو قرنطینه اومدیم کنار همدیگه رو بمالیم. و شما گفتین ترنس هستین؟ بله. کجی یه لحظه وایسا. پشمام بچه ها، یعنی ببین به کجا رسید. البته بچه ها چیز بدی نیست این ترنس بودن یا این که یا بعضیا گی یا آره همون پرچم رنگین کمانی هستن، اصلا مهم نیست. خب این هر کس یه گرایشی داره و ما باید بهش احترام بزنیم. خب مثلا الان توی فرهنگ خانواده ایرانی اصلا این جا نیافتاده. مثلا ما که یکم همسن و سال مثلا 15 16 17 18 سالمونه به بالا، همه اینا کلا ما نسل دهه 80 و به بالا 80 به بالا ماها اینا رو درک میکنیم. خب ولی خانواده ایرانی بیشترشون سنتی هم و اینا رو اصلا اینا رو قبول نمیکنن و به زور زنت میدن. بله. به زور شوهرت میدن. بله. که بخوای این کارو اینو از سرت بندازن. برای همین خیلی آزارها بچه دیده میشه. بله. برای همین پشمام ریخته. خب و اصلا یه چیز خیلی عجیبه ها، نمیدونم واقعا باید چی بگم. پشمام. گفته بودم که یه سری ویدیوها هم هستن غیر از خزاخیل، الان به اونا رسیدیم بچه ها. مثلا یکی در میون، دوتا در میون از این ویدیوها مثلا اینا میاد. خب بریم ببینیم چیست. نگاه کوناشون میمرمر میشه. خیلی برو خواهر کسه منت مرغز غصه کسه پسته آی نسل جمون آب روون کمر خمیره چرا رنگت پریده بزن جمون دیشب تو باغلومبه منو خودی مسخولومبه آخ هی میزدی تولومبه پشمام ریخته. چقدر گنگ بود یارو داشتی. ایوه این هم دوتا شعر الان تا الان شنیدیم، این از همش بهتر بود حاجی.
مام ریخته. خیلی باحال بود خدایی باحال بود. قبول ندارین خدایی گنگ بود دیگه. حالا نامرد نباشین. بریم سراغ ویدئوی بعدی. ویدئوی بعدی. میبینی آقای رنگو؟ آدم های مشهور شهر من اینجا به درستی معروف شدن سخته، خیلی سخت. میدونی بعضی ها چجوری به شهرت میرسن؟ با بیهنری، بدون هیچ مهارتی، با دروغ و کلک و لودگی. چقدر حق گفت. بچه من کارتونک بچگی میکنم چیزای دانستنی توش بود که ما نمیدونستیم. پشمام. یعنی این همه چیزای خوب بود که داشت به ما یاد میداد و ما هیچ کدومون مثل گاو میشستیم نگاه میکردیم. یکم از زندگی ناراضی شدم. واقعا بچه‌ها، یعنی من پشمام تو الان ریخته که این چیزا مثلا این توی برنامه کودکای ما این چیزا رو گذاشته بودن که ما الان به این سن رسیدیم انقدر گوخوری نکنیم مثلا توی اینستا یا هر کاری هر فضای مجازی دیگه. بیایم کانتنت های خوب به مردم یاد بدیم یا یه فرد مفید تو جامعه باشیم و ما اینا رو میشستیم مثل بز توی پرشنتون یا هر جای دیگه میشستیم. میریم پرشنتون فکر قبل این برنامه کودک فکر کنم مسدود شد، نمیدونم. بریم بعدی. اوکی باز اینه. بچه رو BTS گذاشته. اشو بچه تا وسطش میبینیم قطع کنیم. پشمو با رقصی. برو خواهر کسه منت مرز قصه قصه صندوق پسته راه دست جمون آب روون کمر خمین پشمو چقدر باحاله بچه. خیلی گنگه. خیلی باحال بود که اینو گذاشتن اینجا. بچه های عزیز دل من، مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. عشق منین و این ویدیو رو حتما لایک کنین. حتما لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب بکنین که سریع 1000 تایی شیم. عشق منید. ماچ به کلای تک تکتون. تا ویدیوی بعدی. I'ma make it burn, I'ma make it burn, let's go.